نهنگای بازار برای سرم جایزه میذارن. اگه بدونن این تفاهم دارم لا میدم. دوستان توجه داشته باشید، برای اینکه بازار بخواد حرکت خوبی رو داشته باشه باید نقدینگی لازم رو جمع آوری کنه. معمولا نقدینگی ها کجا هستن؟ جاهایی هستن که اکثریت تریدرها استاپشون رو اونجا میذارن. به عنوان نمونه در اینجا یک سطح خیلی تمیزی رو تشکیل داده از اینیت که استاپ تریدرها غالبا زیر این سطح هستش. میبینید که قیمت به سمت پایین اومده، استاپ اینها رو زده و به سمت بالا اومده و پرواز کرده و همونطور که میبینید ریوارد 16 رو داده. حالا در عرض دیگه، عرض وال رو شما میبینید که دقیقاً همین اتفاق افتاده و نهنگ ها قیمت رو به سمت پایین کشیدن. یک سطح تمیزی رو در اینجا داریم، نقدینگی لازم جمع آوری شده یا استاپ اکثریت تریدرها اینجا زده شده و باز هم میبینید که قیمت به سمت بالا پرواز کرده و ریوارد 16 رو داده. این معمولا کاری هستش که نهنگ ها انجام میدن و سوخت لازم برای حرکت های بزرگ رو در واقع فراهم میکنند. حتما حواستون به این نکته باشه. حالا ما باید چیکار کنیم؟ در اینجا ما صبر میکنیم تا این استاپ ها زده بشه، قیمت به سمت بالای این سطح برگرده و با مشاهده کندل های تایید وارد معامله میشیم. مثلا ما در اینجا یک سیگنال بار و کی بار رو میتونیم مشاهده کنیم که قیمت اومده از اونجا به بعد به سمت بالا حرکت کرده، یا در همون مثال ارز اینیت یک کندلی رو ما میبینیم که اومده کندل قبلی خودش رو پوشش داده و این به ما نشون میده که قیمت پتانسیل رشد رو داره. این الان در تایم 4 ساعته هستش این چارت ها و بهتره که برای گرفتن کندل های تایید از تایم فریم های بالا استفاده کنید. مثلا 15 دقیقه، 30 دقیقه، 1 ساعته. تایم های پایین تر 5 دقیقه، 3 دقیقه، 1 دقیقه زیاد مناسب گرفتن کندل های تاییدیه نیست. پیج منو فالو کن، نمیذارم نهنگا بهت آسیبی برسونن.